بعدا میایم سر دسکتاپ آیکنز. ما شما در روزهای اول که خوانده بودیم در مجموع تمام زیر آیکن میگفت. بعضی از این آیکن ها هست فایل آیکن، فولدر آیکن، اپلیکیشن آیکن، یک نوع آیکن دیگه بود سیستم آیکن برش میگفتیم. حالا اگر من خواسته باشم که سیستم آیکن فعال و غیر فعال بسازم، مثلا اینجا سیستم آیکن چی است؟ ریسایکل بن، مای کامپیوتر یا دس پی سی است. اگر خواسته باشیم که غیر فعال بسازیم، میایم در دسکتاپ ستینگ کلیک کرده و بعد از اینجا کامپیوتر ریسایکل بن اردوش غیر فعال میسازیم، اپلای میکنیم. در اینجا نیست. هر وقتی که خواسته باشید دوباره قرار بگیره در اینجا در کامپیوترت نبود، باز از اینجا بیا کامپیوتر ریسایکل بن تا فعال بکو، اپلای بکو، در اینجا قرار میگیره. حتی شما میتونید که آیکنای از یارا تغییر هم بدین. مثلا من میایم در اینجا بالای دس پی سی اینجا است. دس پی سی را اگر خواسته باشی که آیکنکش تغییر بدی، بیا در قسمت خود دسکتاپ آیکن ستینگ از این دس پی سی را کلیک بکو، چنج آیکن. چنج آیکن کلیک کرده هر نوع آیکنه که خواسته باشی میتونید تغییر بدی. مثلا من میخوام که این قسم سکیوریتی آیکنک باشه. اوکی اپلای میگم. سایکو به شکل سکیوریتی آیکن تبدیل میشه. حتی شما میتونید که در چنج آیکن شما وقت زمانی که دانلود کرده باشی از طریق اینترنت براوز بکنین، آیکنک های مختلف دیزاین کار شما میتونین من حیث آیکن اینجا اپلای بکنین. و اگر خواسته باشین که پس به حالت اول بیای آیکنتان، از اینجا کلیک بکنی برش بگوین ریستور دیفولت. ریستور دیفولت اپلای میگیم، دوباره آیکن ما شما پس به حالت اول برمیگرده. به مو شکل فولدر عزیزی، نتورک، ریسایکل بن حالت امتی و فولش میتونید تغییر بدین از اینجا. و قسمت بعدیش در اینجا گفته allow themes to change desktop icon. این وظیفه‌اش چی است؟ وقتی که اگر این چک باشه نظر به دمز آیکن ما شکلش تغییر داشته باشه میتونه که تغییر بده. اگر این غیر فعال باشه دمز اگر آیکنش هم تغییر داشته باشه بازم آیکن های کامپیوتر حالتش تغییر داده نمیتونه. شما میتونید که از اینجا انتخاب بکنین که اجازه بدهش که تغییر داده بتونه یا نتونه. من ایره انتخاب میکنم که اگر کدام دمز آیکن های مرا تغییر داد شکل ظاهریشه بتونه تغییر داده. و این هم موضوع دسکتاپ آیکنز بود. بعد از اون میریم در بخش پرسونالایزیشن. موضوع بعدی را داریم ما شما لاک اسکرین. لاک اسکرین در قبل خوانده بودیم، گفته بودیم که اینی قسمت صفحه ما شما را چی میگن؟ لاک اسکرین. حالا اگر خواسته باشیم این را تنظیم بکنیم چطور میتونیم این کار کردم؟ تا اندازه در ویدیو هم نمیه، خب بازم ما شما کوشش خود میکنیم. در لاک اسکرین شما میتونین ویندوز اسپاتلایت عکس های خود ویندوز ست بکنین، پیکچر میتونین یک تصویر سلکت بکنین، اسلاید شو مجموعه چند تصویره که ما شما در درس قبلی هم خواندیم. حالا من مثلا انتخاب میکنم میگم پیکچر یک تصویر باشه. تصویر چی باشه؟ فرض کنین از اینجا براوز میکنم، از این تصویرها انتخاب نمیکنم، میگم که من از روی دسکتاپ یک فولدر دارم به نام بی جی و در داخل از او ما یک فولدر یک تصویره که انتخاب میکنم، میگم تصویر باشه اینی تصویره چوز انتخاب کرده. این عکسه که انتخاب کردیم تصویر. بعد از اون میایم میگم که ویندوز ال پرس میکنم، لاک میکنیم. ببینین در لاک اسکرین کامپیوتر ما شما همون تصویر ست شده. پس میایم ما پسورد خود درج کردم، در سیستم داخل میشم. میتونی شما هر تصویر سلکت بکنید. به یک آپشن های بیشترش بفهمیم. گفته get fun facts, tips, tricks and more on your lock screen. وقتی این آپشن که انتخاب باشه شما در نت وصل باشین، باز معلومات اضافی یگان تپا و یگان تکنیکا را هم در روی اسکرین در لاک اسکرین برتان در اینجا نشان میده. در قسمت ها یگان معلومات اضافی، یگان معلومات بسیار مفید، یگان ترکا را برتان از ویندوز در این قسمت ها ظاهر میسازه. وقتی که شما به نت وصل باشین، اگر به نت وصل نباشین مثل حال دیگه چیز برتان نشان نمیده. دیگه داریم میگم در لاک اسکرین بر ما کلندر هم نشان بده. میتونید که از اینجا کلندر مثلا میل انتخاب بکنی، ایمیل هایی که آمده باشه در لاک اسکرین نشان بده، ویدر پیش بینی آب و هوا را، یا مثلا هیچ چیز در اینجا نشان نده. نه اگر من اینجا انتخاب بکنم فرض کنین ویدر، وقتی که ما شما لاک میکنین در نت وصل باشین بازم پیش بینی آب و هوا را هم در چهار اطراف اسکرین ما شما چی میکنه؟ نشان میده. نه فقط یک آپشن میتونید انتخاب بکنید. دیگه گفته show the lock screen background picture on sign in screen. وقتی این انتخاب باشه ما شما در قبل خوانده بودیم وقتی که در لاک اسکرین میریم در اینجا در لاک
این لاک اسکرین است. وقتی که انتر میکنیم امی قسمت لاک اسکرین ساین ان اسکرین هم گفته میدانیم. سعی در ساین ان اسکرین تصویر نشان میده مگر به شکل بلور نشان میده، خیره نشان میده. من میگم که اینمی را هیچ نشان نده در این موقعیت. باز بیا در قسمت لاک اسکرین اینی شده لاک اسکرین بک‌گراند غیر فعال بکو. وقتی غیر فعال کردی لاک بکو، حالا که بیاین در ساین ان اسکرین سعی کو در اینجا تصویر بر ما نشان نمیده. اگر خواسته باشه شما میتونید که فعال بانین یا غیر فعال بانین. از اینجا میگم که فعال باشه بهتر است. خب این مسئله پیکچر بود. اگر بیایم اسلاید شو رو انتخاب بکنیم باز میتونیم که چندین تصویر سلکت بکنیم. مثلا اینی فعلا که گفتم از پیکچر میگیرم، میگم نه از اینجا نگی، ریموو ایتام پیکچر است نگی از اینجا. خودت براوز میکنیم. از اینجا میگم که من براوز میکنم، یک فولدر دارم در دسکتاپ به نام BG و در داخل از این مثلا ژاپن لندسکیپ فولدر عکس ها است از این بگی. وقتی انتخاب کردیم حالا عکس ها از داخل از اون میگیره. وقتی ویندوز ال پرس بکنم عکس ها تغییر میکنه، چون این عکس هم در داخل از اون فولدر بود به او خاطر فعلا تغییر نکرد. بیاید یک فولدر که دیگر ما انتخاب بکنیم و شما ببینیم تغییر میکنم. من از اینجا براوز میکنم و سعی کنم که براوز بکنم اتوماتیک ماوس ما شما سر چوز فولدر آمد، اما آپشنک بیشتر انتخاب کرده بودیم. ما میخوایم که عکس های ایلین ویر بر ما شما بیاره. چوز دس فولدر برش میگیم و all the Alienware folder isn't supported because of its location. Please choose another folder. میگه دوش در یک فولدر است، یک جای دیگر را انتخاب بکن. خیلی میارم میبینیم که در روی صفحه اینی فوتوز است. در داخل ازی ببینیم که چی داره. اینجا من دو سه دانه عکسک داره، بعضی خرد و بعضی کلان. خب به هر صورت من میرم در داخل BG یک دو دانه سه دانه عکس از این میارم در این مندازم. خوب است. پس میریم در ستینگ، براوز میگیم بکو. فولدر ما و شما در دسکتاپ به نام چی وجود داشت؟ فوتوز سلکت میکنم. باز میگه که در لوکیشن هست ایره تو نمیتونی انتخاب بکنی، جالب نیست. خب خیلیه که ما ایره از اینجا پیره انتقال بتم بگویم که فولدر فوتوز هم از اینجا انتقال میدم. کجا شد فوتوز؟ اینه فولدر فوتوز. کنترل اکس کت میکنم از اینجا کت کردیم. میریم در قسمت دس پی سی، فرض کنین در درایو سافتویر میریم، در اینجا پیستش میکنم. یعنی فولدر فوتوز آمد. حالا ما دوباره باز میایم در بخش پرسونالایز، میگم که من لاک اسکرین میرم، لاک اسکرین، بعدا برش میگم براوز و فولدر ما شما در درایو سافتویر بود به نام فوتوز. چوز فولدر میگیم. اینم پیره قبول کرده. فوتوز قبول کرد. خیر ببینم. باز ای پایین گفته get fun facts, tips, tricks and more on your lock screen. اینی چیزها رو در لاک اسکرین کامپیوتر نشان بده. مسئله پیشتر است. حالا اگر ما برم در قسمت استارت منیو یک بار بگویم لاک، باز ما عکس مانده نه. خب در نظرتون چی باید چه عکسش تغییر کنه؟ بله، بعضی اوقات ستینگای ما اگر تطبیق نمیشه باز کامپیوتر یک ساین اوت میکنیم یا ریستارت میکنیم. وقتی ریستارت کردیم باز ستینگ اتومات خود تطبیق میکنه. حالا نیاز به یک ریستارت داره. خب ریستارت نمیکنیم چون در ریکارد است. بخش بعدیش داره include camera roll folder from this PC and OneDrive. از OneDrive هم بگید. در صورتی که در نت وصل باشین این لوکیشن که OneDrive است. از اینجا اگر کدام عکس ها بود از داخل از او بگی نشان بده در لاک اسکرین. اگر چک باشه اینکلودش میکنه، اگر نباشه نمیکنه. Only use picture that fit my screen. فقط عکسایی رو نشان بده که برابر اسکرین باشه. ما شما خوانده بودیم ریزولوشن. بعضی عکسایی که ریزولوشنش بسیار پایین است خرد است و نشان نده یا همچنان بسیار بزرگ باشه. Play a slideshow when using B3. وقتی که B3 هم استفاده میکردم بازم همی لاک اسکرین عکس‌ها رو نشان بده. چنج کرده برو. اگر یه غیر فعال بکنی با چنج کرده نمیتونه. When my PC is inactive, show the lock screen instead of turning off the
اسکرین. سه گفته when my PC is inactive show the lock screen. وقتی که کامپیوتر ما دست نزدم نظر به ستینگ، اگر ستینگ انتخاب کردم 10 دقیقه بعد مثلا کامپیوتر اسکرینش آف شوه، بجای از او کامپیوتر آف نشه اسکرینش، بجایش چی بیایه؟ لاک اسکرین بیایه. اگر این را غیر فعال بکنی باز دمو 10 دقیقه بعد یا هر چقدر ست کرده باشی اتومات اسکرین آف میشه. پس که با کامپیوتر دست بزنی کامپیوتر روشن میشه. این موضوعات انشاءالله در قسمت شما پاور آپشن باز میخوانیم. فعلا ما چک میمانمش، میگم بجای خاموش کردن لاک اسکرین برام بیار. خب گفته turn off the screen after the slideshow has played. وقتی که سلاید شو تعداد عکس هایش خلاص شد، 10 تا عکس داره، عکسش که چنج شد، باز 1 ساعت بعدش کامپیوتر رو چی بکو؟ اسکرینش آف بکو. میتونی از اینجا انتخاب بکو 30 دقیقه بعد، 3 دقیقه بعد، یا هیچ آف نکنم اون رقم چنج شده بره. نظر به ضرورتتون انتخاب بکنین. و در لاک اسکرین بازم میگه که من چی را نشان بدم از اینجا؟ میگم که ویدر نشان بده بهتر است. و در قسمت ساینن بازم عکس بیایه یا نبیایه ایره هم میتونید انتخاب بکنین. و این هم بود در مجموع لاک اسکرین که لاک اسکرین کامپیوتر خدا چطور بتونیم تنظیم بکنیم. و من الله توفیق.